نگهبانی که ما را به اردوگاه آورده بود کناری ایستاده بود. این بار ما را پیش سلمانی زندان برد. بعد از اینکه موی سر و صورت ما را تراشیدند رفتیم زیر دوش آب یخ. بعد از آن ما را به بخش سلول ها بردند، ناحیه‌ای از زندان که سلول های نمور در آن قرار دارد. نگهبان ما را به سلول بزرگی برد و در طول تخته های لختی که قرار بود تخت خواب تاشوی ما باشد به صف کرد. نگهبان ارشد سلول ها پیدایش شد. از تک تک ما نام و مدت محکومیت من را پرسید. وقتی به جولیان رسید و همین سوال را از او هم پرسید، برگشت و به نگهبان گفت: جوونه، پوست صاف، چشمای شهلا، حتم دارم بابا بزرگا سرش به جون هم میفته. این پسر سرقفلی داره. نگهبان و ارشد سلول ها با هم زدن زیر خنده و من دیدم که از صورت آن جوانک اشک سرازیر شد. حتما برای او سخت بود که ببیند داستانهای کثیف گری لاف گزاف نبوده. ارشد ما را به زنجیر بست و فرمان سکوت داد. بعد هر دو نفرشان از در بیرون رفتند. صبح روز بعد هر کدام از ما یک شماره گرفتیم و به کارگاه شماره 3 رفتیم. آنجا حدود 50 مرد روی نیمکت نشسته بودند و الیاف تناب باز می کردند. همگی لباسهای زمخت یک رنگ زندان به تن داشتند و سر و صورت همگی از ته تراشیده شده بود. نگهبانی که از یک سر کارگاه تا سر دیگرش به آهستگی قدم میزد آنها را میپایید و وقتی وارد شدیم ما را به سمت نیمکتی برد و یک زندانی مشتی تناب برای ما آورد و طریقه کار را نشانمان داد. سکوت مرگباری برقرار شد، چون نظم و انضباط در آنجا انگار از فولاد ساخته شده بود. با کوچکترین چیزی، سرگرداندن، زیر لبی حرف زدن، نگاه کردن و یا حتی لبخند زدن به زندانی دیگر، شخص را به سلول هایی می بردند که ارشد آزاد بود فرد را هر چقدر دوست دارد زیر مشت و لگد بگیرد. این مجازات نامردانه هر کسی را سر جایش می نشاند، حتی مردانی که ترسی نداشتند به قل و زنجیر کشیده شوند یا برای خوردن چیزی بیشتر از نان خشک نداشته باشند. اما آنجا روی نیمکتی که درست مقابل ما قرار داشت مردی مشغول کار بود که فوری دلبرده جولیان شد. هر روز روی تکه کاغذ نوشته‌ای به او میرساند و یک روز که نگهبان مچ او را گرفت هر دویشان را به آن سلول ها فرستاد. جولیان 2 روز را در آن سلول گذراند. جای او در خوابگاه کنار من بود و شبی که او را از سلول آوردند متوجه ردهای بلند و کبود روی پشت سفید او شدم. پچ من در خوابگاه ما را به درد سر نینداخت و او برایم توضیح داد که ارشد نگهبانها چه رفتار وحشیانه‌ای با او داشته، اما به زندانی دیگر که مسبب گرفتاری او بود کاری نداشته، به این دلیل که آن زندانی و ارشد با هم دوست بودند. باران یادداشت‌ها از مجرمان دیگر که به جولیان پیشنهاد دوستی می‌کردند شروع شد. من توصیه کردم که به هیچ کدامشان جواب ندهد، اما چند روز بعد از بیرون آمدن از انفرادی مچ او را در حال خواندن یکی از آن یادداشت‌ها گرفتم. چیزی به من نگفت و این به نظرم عجیب رسید، چون او خیلی اصرار داشت که من رازدار او هستم. روز بعد او را دیدم که یادداشت جوابش را چرک نویس می کرد و قضیه را گرفتم. همان شب پیش من اعتراف کرد که برای اینکه دست از سرش بردارند و کمی آرامش داشته باشد تسلیم شده و کوتاه آمده.
پیشه، همان مجرمی که اصرارش به دوستی با جولیان او را به زندان انداخته بود، میان سال پشمالوی بیشرفی به نام دیدی. از آن به بعد جولیان رفیق کوچولوی دیدی به حساب می آمد، یا آنطور که زندانی ها مفعول رابطه جنسی بین دو مرد را صدا می زدند، ملوسک او. دیدن اینکه جولیان شکار چنین رفتار شنیعی از زندگی مجرمانه شده حالم را به هم میزد. اما او به من گفت که دوستی آن یارو را قبول کرده تا از سیخونک‌های مدام باقی حضرات در امان باشد، خصوصا که هر از چند روزی نامه‌هایی از مادرش دریافت می‌کرد که اطمینان می‌داد حکم او به حبس تخفیف پیدا خواهد کرد، چون وکیلش برای عفو داد خواسته پروپیمانی خطاب به وزارت دادگستری نوشته بود و مطمئناً با تخفیف مجازاتش موافقت میشد و جولیان خیالش راحت شده بود که قرار نیست از زندان مستعمراتی سر در بیاورد. به این دلیل خاطر جمع بود که تا موقع مرخص شدن از سن مارتین دورو با دیدن دم دیدی دیگران دست از سرش بر می دارند. در همان حال انضباط سرد و خشک زندان باعث شد بتواند در مقابل هوس گندلات‌های دیگر مقاومت کند. یکی از روزها او را از کارگاه به دفتر رئیس زندان خواستند. به او گفتم باید قضیه تخفیف مجازاتت باشه. اما وقتی برگشت و کنارم نشست، صورتش مثل گچ سفید شده بود و مثل آدمی بود که زیر بار خبری وحشتناک و شوکی شدید له شده باشد. دادخواست عفوش رد شده بود. سرنوشت لجنی برایش رقم خورده بود. حتما خودش هم این را فهمیده بود، چون همان شب از فاصله کوتاه بین ما، جایی که میخوابید، صدای گریه و زاری به گوشم میرسید. دو دوست جوان او هم همین مشکل را داشتند. آنها هم یک ریز یادداشت‌هایی دریافت می‌کردند و برای اینکه کمی آرامش داشته باشند چاره‌ای نداشتند جز اینکه دمخوری با یکی از آن لندوهورها را به جان بخرند. تا اواسط فوریه صحبت از اعزام پیش از موعد به گینه فرانسه بود. وحشت جولیان حالا دیگر از حد گذشته بود و دنبال راهی می‌گشت که ارتباطش با دیدی را قطع کند. اما آن رسل بی همه چیز گاهی علنا تهدیدش میکرد و جولیان هم که از نگهبانها و فرستاده شدن به زندانهایی که با چک و لگد همراه بود میترسید، چاره‌ای جز تسلیم نداشت. از آنجا که من دستخط خوبی داشتم و کمی فن نگارش سرم میشد، هر شنبه زندانی‌ها سراغم میآمدند تا برایشان نامه بنویسم، چرا که خیلی از زندانی‌ها اصولاً نوشتن بلد نبودند یا اینکه نمی‌دانستند چطور نامه‌ای اثرگذار بنویسند. اغلب این نامه‌ها خطاب به وزارت دادگستری بود که برای عفو التماس دعا داشتند. ما بقی دستورها یا جزئیاتی بود که برای وکیلشان می‌فرستادند به امید اینکه در آن لحظات آخر بتواند معجزه‌ای بکند. هر شنبه دست کم 40 نامه می نوشتم و این به من فرصتی داد که از ماجرای تعداد زیادی از این مجرمان سر در بیاورم. اوایل مارس کشتی مجرمان عازم گینه فرانسه شد، اما نه من و نه هیچ کدام از کسانی که همراه من به زندان فرستاده می شدند به اختیار خود سوار کشتی نشدیم. وقتی ما رسیدیم زندان قلقله بود. البته 2 ماه قبل یک کشتی به سمت زندان مستعمراتی راه افتاده بود، چون در آن سال که میشد 1923 هنوز حدوداً 2000 مجرم در زندانهای مختلف کشور وجود داشت، گرچه که 6 کاروان و بیشتر از 4000 مجرم به گینه فرانسه فرستاده شده بود. در طی سالهای جنگ اعزام این کاروانها موقتاً متوقف شده بود و تعداد مجرمان در حال انتظار برای اعزام به 5000 رسیده بود. هنوز تعداد خیلی زیادی در نقاط مختلف کشور پخش بودند. مجرمان تازه وارد چند روز بعد از راهی شدن آخرین کاروان سرریز شدند به زندان و خیلی زود جای 600 نفری که به گینه فرستاده شدند را پر کردند. قرار بود آنها با کاروان بعد از ما بیایند که برنامه داشت 3 ژوئن راه بیفتد.
قرار بود 450 نفر از ما یک محموله باشیم و از باقی زندانی ها جدا شدیم. دیگر مجبور نبودیم کار کنیم و به همین دلیل مقامات زندان هر روز منت می‌گذاشتند و پیاله‌ای شراب اضافی نصیبمان می‌کردند. بعداً فهمیدیم که این کار را می‌کنند تا ما برای تحمل آن سفر پرمشقت اوضاع بهتری داشته باشیم. یک دکتر ارتش به همه ما واکسن تیفوس داد. نگهبانها خشونت خرد کنندهشان را چند برابر کردند و هر روز دست کم 30 نفر را به انفرادی می‌فرستادند. انگیزه اصلی پشت این سختگیری بیش از حد این بود که مجرمانی که به سلول فرستاده می‌شدند حق خوردن شراب اضافی را از دست می‌دادند و سهم آنها به نگهبانهای مسئولشان می‌رسید. 4 روز پیش از سوار شدن به کشتی 2 پزشک نیروی دریایی ما را معاینه کردند. معاینه خیلی عجولانه و سوری بود، از این بابت که اگر قرار بود کسی اعزام شود او را سوار کشتی کنند مگر اینکه در حال مرگ باشد. از تمام مردانی که نوبت اعزامشان بود فقط 2 نفر نامناسب تشخیص داده شدند. یکی پسر کارخانه‌دار میلیونری در پاریس و دیگری بیچاره‌ای بود که قبل از اینکه ما زندان را ترک کنیم تمام کرد. در طول روزهای قبل از رفتن ما بسیاری از آشناهای مجرمان به زندان می آمدند تا برای آخرین بار این بدبخت‌هایی را که هنوز برایشان خیلی عزیز بودند ملاقات کنند. این ملاقات‌ها همگی تأثیرگذار بود، چون تقریباً همه زندانی‌ها موقع بازگشت از ملاقات خون گریه می‌کردند. زمان تأسف‌باری بود، چون برای خیلی‌ها این آخرین باری بود که همسران، بچه‌ها، مادرها و پدرهایشان را می‌دیدند. شب حرکت کوله‌های ملوانی کتانی حاوی 2 دست لباس و 1 جفت کفش تخت چوبی و 1 پتو بین ما پخش شد. آخرین شب از راه رسیده بود. خیلی از ما برای رها شدن از این زندانی که انضباطش آنقدر وحشتناک بود خوشحال بودیم. بیشتر ما مطمئن بودیم که بعد از رسیدن به زندان مستعمراتی زود میزنیم به چاک و این یقین که میتوانیم دوباره آزاد باشیم روحیه ما را تقویت میکرد و برای دقایقی ما را خوشحالتر و بیخیالتر میکرد. البته دیگرانی هم بودند که بیشترشان مسن و پدر خانواده بودند و فوق‌العاده افسرده به نظر می آمدند. برای آنها این سفر به معنای خداحافظی برای همیشه بود. آنها پیرتر از آن بودند که بتوانند برگردند. صبح روز حرکت از راه رسید. کشتی حمل مجرمان آماده بود. ما را به حیاط بردند و در ردیف‌های 4 تایی به صف کردند. آنجا برای اولین بار نگهبان‌های گینه فرانسه را به چشم دیدیم. 60 نفر از آنها در حیاط منتظر تحویل گرفتن ما بودند. بیشترشان داشتند بعد از مرخصی به پستشان در زندان مستعمراتی برمیگشتند، اما در میان آنها بودند کسانی که تازه درجه گرفته بودند و این اولین تجربهشان برای برخورد با زندانیان یا حتی سوار شدن به کشتی مجرمان بود. 450 نفر ما برای رفتن فهرست شده بودیم. کشتی نمیتوانست بیشتر از این سوار کند، چون باید مجرمانی را هم به الجزایر تحویل میداد و زندان آفریقای شمالی را تا خرخره پر میکرد. نگهبان ارشد گینه ما را شمرد. چند نفری در صف نبودند، اما نگهبان ارشد زندان واگنی را به او نشان داد که در آن 3 زندانی به زنجیر کشیده شده بودند که 1 پا نداشتند و نمی توانستند خودشان تا لنگرگاه بیایند. به علاوه نفس بریده‌ای که نمی توانست خودش را سرپا نگه دارد. شمارش که تطبیق کرد بار محموله انسانی امضا شد.
نگهبان‌های زندان از پست خود در میان صفوف ما بیرون آمدند و آن گینه‌ای‌ها جای آنها را گرفتند. از آن لحظه ما به فرمانداری زندان گینه تعلق داشتیم و انگار که معجزه اتفاق افتاده باشد، ناگهان رفتارها عوض شد. ما بدون ترس شروع کردیم به حرف زدن و سیگارهایی را در دستانمان دیدیم که نفهمیدیم از کجا سبز شد. حتی این نگهبانهای جدید به حدی لطف داشتند که آنها را برای محکومها روشن می کردند. این فضا کاملا جدید و متفاوت بود. نگهبانها خیلی زود این لطف نسبت به زندانیان تبعیدی را که تحت حفاظت آنها قرار می گرفتند کنار گذاشتند. خیلی زود فهمیدم که ذهن نگهبانها به شدت درگیر است. آنها به دنبال زندانیانی می گشتند که چندرغاز پول یا چیز با ارزشی داشته باشند و احتمالاً چیزی به نگهبانها بماسد. جولیان کنار من بود. انگار افکارش یک دنیا با ما فاصله داشت و با نگاهی بیرمق به پس گردن مرد جلویش خیره مانده بود. جولیان داشت به وضعیتی نامعلوم و پر از تردید پا می‌گذاشت. او به غایت از مردی که ابتدا خیال می‌کرد می‌تواند از دستش خلاص شود وحشت داشت. پایان فصل اول.